صدای منی. همین آهنگ قشنگه. خوشت اومده؟ نه کلا از من خوشت اومده. قفش خوش. تست کنیم. نمیتونی بگی کی دست نزنی کسکشه. گرفتی؟ چون سریع؟ بابا ایه اون کارم سریعه؟ نه داداش از جاده سنتو زده همون بر یا نه از نکیلوبا؟ نه دیگه همین کلانتری تو ته بریم از میساق بریم بالا دیگه. اوکی پل جدید میساق. پل ارز زدن خیلی خوب شده. زکیلوباد یه خورده الان مدرسه هم تعطیل شده. مدرسه ها یعنی مکافات داده همه جا شروع. داداش یه راهنمایی منو میکنیم؟ نه نظر من چند روز دیگه داداشم عروسیشه. خب سلامتی. من میخوام مثلا تو مجلسش بخونم حتی هم نخونم. خب یه آهنگ تقدیم کنن دیگه براش مثلا. بعد آفتم احیانا یکی دو تا آهنگ بگم یه نظری هم بدی ببینی چی میشه کنار این صدای من. این ساز و ماز این خواننده و اینا بیاد اوکی میشه نمیشه. بخونی باید شاد بخونی یا نه؟ هرچی بستگی داره دیگه باید ببینی فازش چجوریه دوست داری احساسش کنی. الان شاداشون سلامتی صاف تولش. نه اون اینا که نه واقعا شاد و ماده آره این میشه. یه بار نمیدونم شما توی مجلس رو داری یا نه مراسم ما برای حنابندونه چیه؟ یک نفر حالا اونجا که گروه ارکستر چیزی نمیارن ولی از سمت عروس و دوماد یکی میخونه. خب یه بار ما برای رفیقمون بود رفتیم یه بارکی گفت بیا تو بخون. یه بارکی اومد دوربین سمت من و اومدم میزدم اینا هم چیز میکردن اینجوری مثلا امینو میخوندم. یادم شاد و ماده تناس انقدر نکن ناز واسد میزنم ساز برو عروسو بگم اینو گفتن. بعد عروسی اما رفیقم اومد میزد منو. چی بود خوندی؟ عروسو بگم با کاش شانس گرفت سمت عروس نمیمونم بزنم. الان همین لعنتی چند تا مثلا چیزا هی میاد سر زبونم. مثلا اون پسره بود تو عروسیه این صدای منه اونو دیدی؟ چیز دیگه مطربه دیگه فیلم مطربه صدا پریز پرستو. خب نه این پسره تو این استا تو مجلسه داره میخونه دوتا پشت سرش نشستن. نه اینجوریه میگه این صدای منه تو مجلس دوتای پشت میخندن دقیقه و یه ادامه میده خیلی جدی. این صدای منه این صدای منه ابر گریه یه عمر تو نگاه منه این صدای منه دوباره هم میگه اینا قج میکنن. خدا میگم از اینا نرم بخونم آبرو برای داداشم ندارم. میرم تست میکنم بعد مثلا اینجوری میخونم بعد همین فانا نمیدونم چرا تو ذهن من میاد من اینجوری میکنم مثلا خودم هم حالا
یه دونه از این میکروفونای الکی میگیرم دستم تو خونه. مثلا هنوز داداشم الان درگیر عروسیشه، خونه نیست دیگه. خونه فعلا برنامه یک سنه میگیرم، جستم میگیرم بعد میگم مثلا روم زوم کنی زود توم کن، بعد بیچاره میشه. بعد اصلا نمیدونم چرا سر زبونم هم اینا میفته. حالا تو همینایی که الان خوندم ساز و اینا بیاد کنارش اوکی میشه یا نمیشه؟ باش خب همون ترس که خودت داری میترسم اتفاق بیفته باز. این مثلا یه عروسی رو هم بزنی ولی این یکی باحال میشه این صدای من. بستگی داره خانواده عروس چجوری باشن، مذهبی نباشن از این. نه ما از این مذهبی ها بعدمون دیگه سمت خودمونه دیگه. عروسی رو ما مثلا داماد میگیره دیگه. بس بزن دیگه حرکت شده آه رو بکشم؟ دیگه کاری نداره. و خب هماهنگ نشده هم هست. داداشم اون وسط قرمز نشه. بابا بگو. بابام اصلا بی سمتو نیست. من اون وسط چیز کنم بیام پیش بابام بچه توه؟ خیلی خوبه. یا تتلو بزنی 1 2 2 8 تتلو فوش زیاد داره تتلو نه همین آهه قشنگ. آهه قشنگه. آره خوشت اومده؟ نه کلا از نه خوشت اومده قفش رو خوش. من چون مسافرام دختر بود نمیشد دیگه، روم نمیشه جلوشون بگذارم بگم نظری چی دیگه. اصلا دیگه شما همه بذار تنویه کنه حداقل پیش کسی بگم خب نمیتونم برم خونه هیچ کی نیست، کسی هم نظر بپرسم بگم میگم آبرو میخوایی ببری. یه کاری هم کنه اصلا عروسی در نظر نکنه. حالا صدام به خوانندگی میخوره، خودم دوست دارم برم خیلی خواننده چی؟ از اینایی که حالا گیتار میزنن بخونن، حالا خواننده چیزی نه فکر نکنم. تو فازش صدام خوبه خداییش. حالا آهنگی گوش میدی مثلا چیزی باشه برات بخونم اگه یاد داشته باشم. من خیلی سنتی گوش میدم، مثلا شجریان سخت شد اونا رو نه. من باز اونا رو گوش نمیدم. چی حفظی همونو برم حفظم اکثرا پاپارم شنیدم. شنیدی مثلا پاپ کی؟ همه دیگه حمیدی را، یوسف زمانی. آره یوسف زمانی حفظی خودت هم بلدی؟ نه آهنگار من معمولا آهنگ حفظ میکنم. یه آهنگ جدیدش هم گوش دادی تو این هوا؟ نه مثل اون برقرار نیست ولی آهنگش خیلی قشنگه. یه تیکش رو بکنم الان گوش میدادم اینم ذهنم میاد. من ایانا دیدی آهنگ گذاشته بودم، آهنگ رو قطعی الان بودم صدای خودم با آهنگ بخونم طرف متوجه نمیشه صدای منو، من میگه قشنگ میخونه، ولی موقعی که بدون آهنگ و اینا دیگه صدای خالصه، بعد میگه نه داداش نخون، اینجوری نظر قشنگتری بهت میدم. نه بدون آهنگ بخونی بهتر. آره No! God, please, no! No! تو این هوا جون میده ببرمت یه جای دور. همینه؟ نه اینو حالا
آهنگاشو گوش دادی؟ نه نمیدونم باید آهنگش رو بشنم ببینم کدوم آهنگه خودم میخونم و فکر کنم دلم تک شده قسم صورته قسم خنده یه مثل جانمه بودن تو فقط چراغ خونمه یا حس کنم زندگیم تازه شه میخوام عشق تو سپردم تا قلب من گوش به رو با بشه چی با آهنگه رو من با آهنگه میخونم حفظم نمیدونم اینجوری میخونم آتی میخونم تتلو مدرنشو بخونم به سبک خودم یه تیکشو این آهر رو میکشه آهر رو مثل اون یکی بکشم یا نه مثلا خود تتلو اینجوری دیگه نفری الان حضور ندارم آهنگو رو اونجا جمع مهمونیه چیکار کنم قبلش موسیقی رو خود ببری آهنگ مردش رو خود ببری من مثل اینا یک دونه ایرپاد چیزی بذارم پخش کنم بگم یک دو سه هم زدن اینم پخش کنم خب بعد صدا خودتو نمیشنوی خب نه هم بیاد اولش بعد کم میاد آهنگ خارش چی میگه؟ آهنگ خارش؟ آره دوباره بی کسی شب قشنگ نبود چیزی از این تیکه دیگهش بخونم همین دیگه داستان بعد پر دل پر از بی کسی شب قشنگ نبودی چیزی برام ولی اینجوری مثلا میکنم اونم مثلا به سبک خودم اینجوری بخونم اینجوری بخونی بهتره دوباره غم دوباره چی خوندم پر از کسی شبا قشنگ نبودی چیزی برام ولی کاری کردی منم بی کسی درام پر فوش پر قرص بردم پر هرس خود فس خود بندارگم من پر از نفرت بودم تا چشات قلبم آدم داره کرد یه کار کردی باشه چشم زندگی باشه بکن یه کار کردی فقط قفل کارات باشم یه کار کردی اصلا عاشق چطور اش میریختی با گریه هم عکس میندازی با هدیه هم یه کار کردی که من بزنم هر کی دنبال چشات بگم اینجوری قشنگه؟ آره گیتار حتما بری یاد بگیری با گیتار جذبه حالا اینجوری که من خوندم قشنگه یا اولی مثلا دوباره غم دوباره داستان بد پر دل پر از بی کسی شب قشنگ متتل کلا آل نمیبره کل صدا با گیتار میشینه ارسی خودت هم میخونی؟ نه هیچی؟ اصلا آهنگم باشه با شجریان فقط گوش میکنم لذت باز من نمیدونم چرا میخونم احساس میکنم لذت میبرم مثلا یوسف زمانی پلی میشه باید حتما بخونم نمیشه هر آهنگش هم باشه جدیدش هم باشه یک کلمه اون وسطش میکنم اولین بار هم گوش داده باشم با نمیستم ببینم چرت و پرتشم قاطی هم هست همونو میخونم ولی شادمه آهنگ بلدم ازش ولی بخونم با صدا با این یکی ولی یکم فرق مثلا اون روزو میبینم
این چطور بود؟ بده نمره رو بهت بگم. شادمر همون 89. تتلوم؟ قتل چون کلا باش حال میکنم نمره نمیدم. آه داداش من خوندم احمد خونده تتلوم رو آهنگه رو من خوندم. ولی برم برای عروسی اول اونو بخونم آه شاد بشن ها. میگم من برم اینو بخونم بیام خود شابش بدم. عروسی خودمون بیام شابش بدم. حالا یک چیزی دیگه هم هست. دنیا جهانبخش که همش دنبال خواننده ها هست، دنبال این خواننده های اینجوری هم میگرده با گیتار بره بخونه یه باره که بیاد سمتش. آره چه شیکم بعد کلیپ بگیره و اینا. پیج رو ببرم بالا. آره همه رو نگاه کردم، تتلو، مراجم، ساسی همه گول بودن. خب من اینجوری باشم برم اونجا شاید دنیا خوشی کنم. حالا من فکر می‌کردم سه تا شوخی‌های اول بخونم من یه آهنگ جدی. آره معمولا باید هم شرکتی. سلام خوبی؟ خوبی چطوری؟ کجایی؟ با کی؟ مثلا همین میتونی هم شرکتی بزنی، میتونی اول هم جدی ها رو بخونی. من جدی بخونی من توقع ندارم. آره دیگه اول اینجوری بخونم شاید چیز بشه. مثلا اولش هم بیام مال این آهنگ دافیه رو بخونم. سلامتی صاف کردن. نه این مال چیز. اینو کار کنی هم آره. کار کنی. ایوه اینو بخونم بعد شم کیک فرشفشه اگه دست نزنه کسکشه. نه دیگه گوش نشی. نشه باشه آدم کشته شی. من بگم کسکشه. خب بیرونت بکنن داداش نه در بیرونت. ولی همه دست میزنن دیگه از اون اینو که بگم همه دست میزنن دیگه، همه اعتماد به نفس میگیره. بعد بگم آهنگ خودتو بخون، این واقعا صدای خودته، من میگم نه این صدای منه، این صدای منی. خوب میشه نه؟ حالا این آهنگ دافی رو چجوری بخونن؟ هم خانومی هم دافی زیر سن قانونی اینجوریه؟ آره یا اینجوری بخونن هم خانومی هم دافی زیر سن قانونی هم دافی میکن کنی هم دافی آرشو کنی هم دافی سلامتی سلطانه دارم از چهماش بخواه. نه دیگه غمگینش کرد اونجوری بخونم. همینه اون ریتم هم کنار آهنگ میاد دیگه اون شاد میکنه. نمیکنه؟ خب نه چون میخوای بگیری هر کی دست نزنه گسیشه باید با همون لحن تون بخونی. تست کنیم؟ نمیتونی بگی کی دست نزنه گسیشه کسکشه. اون وسط هم یکی دست بزن کچل موفر دست بزن. هم خانومی هم دافی زیر سن قانونی هم دافی میکاپ کنی هم دافی آرش پاک کنی هم دافی سلامتی صاحب تبر دست چی ماچ بخور چون دیدم یه گل ناب کردم چون میام بسید باب کردم
کسکشه اینجوری بگم قشنگ بفهم چون مثلا بگی هر کی دست نزنه بعد میکروفون رو بگیری سمت مردم بعد اونا میگن کشته میگی نه همون کسکشه نه خوبه دوست داشتم نه باحال بود ایده خوبی بود امروز برم خونه اینجوری میکنم هر کی دست نزنه نه کسکشه ولی حالا بعد این عروسیه برم سمت خوانندگی ها دوست داری برو علاقه داری برو حالا تو به عنوان یه شنونده یه باره که رد میشی از یک جا دیدی من کاور گیتاره پنگ گذاشتم میزنم میخونم بعد پول میندازی یا نمیندازی؟ آره من معمولا به صدای من به صدا فرق نمیکنه برای من آره کلا من جماعت احترام داره خیلی با عشقی پس ما از اینایی که هنرمندا رو قول میدی جلو برین من پشتونم ما که کسی نیستیم باشه کسی باشه ولی خب هرچی به نیم پشت کسی باشه نه اعتبار داری خب تلاش میکنیم امیده رو حداقل بدیم ایوه آفرین من هم دوست دارم مردم رو بخندم دوست دارم فقط بخندم اگه استنداپ دوست داری من آشنا دارم که بخوای بری استنداپ کمدی یعنی شغمن چی فکر میکنم چیزا مثلا صحبت کردن من زیاد اینجوری نیست ولی دوست دارم ادا اصول در بیارم دیگه چون لحنیه که میتونی رو متن کار کنی و خنده بکشی از مردم راجع به خوانندگی بد میشه یا نه فقط باید بری داستان چیزی تعریف کنی ما کارمون مؤسسه فرهنگیه برگزار کننده کنسرت و جنگ و اینا ارزم به حضورت که نمیدونم عباس رضازاده رو میشناسی یا نه من یه رضازاده میشناختم وزن مردم اون که حسینشون این عباسشون اوکی علم دا بعد ارزم به حضورت که این بنده خدا ماشاءاللهش میشه اینقدر هنر داره طنز پرداز بداهه‌گو تقلید صدا که آقای تقلید صدا ایرانه به نظر من اگه هیچ خواننده یعنی 10 دقیقه صحبت کنید صدا تقلید خیلی هنرمنده چند روز پیش توی بانیگون اونجا ما برنامه‌اش داشتیم خیلی مشکلاش میشه ترکون آفرین که ربناشو برای میذارم ربنا آتنا ربنای شجریان رو میکنم این تو بانیمونه؟ این پارکینگ پشتشه نزدیک رسیدن یه چیزی بهت بگم
خوشم میاد از چه چیز بازی. از اول ویدیو نگاه کنی یا یک سر دارم به دوربین نگاه میکنم. ولی هیچی متوجه نشدیم. ولی خب اجازه پخششو میدیم. آره مرسی. خدمه اون تیکه اولش گفتم میخوام برم یه چیزی بخورم. نه اون نبود دیدی آهنگه اول آهنگه اومدم ببینم یا نه چیه اصلا. خب واقعا همه با خانواده و دیدم چیزه یا هم بار دارم جابجا میکنم. طرفه اونجا بود برای ایستگاه طرف اونجا رو میگرفتم من میدیدم نشد. دم دیگه قربانه دیدم نشستی تنهایی باید قربانه دیگه به سلامت داداش.